گلهای تازه، برنامه شماره 36 با همکاری هنرمندان گلپایکانی، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک. شعر از مولوی، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. گفت که تو مست نیی، رو که از این دست نیی. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که دیوانه نیی، لایق این خانه نیی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم.
گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من
صورت پاینده شدم. گفت که دیوانه نی، گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم.
طربا کنده شدم و از طربا کنده شدم که تو شم شدی قبله این جمع شدی شمیم جمعیم دود پراکنده شده
مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و دولت عشق آمد و دولت پاینده شدم. گفت که تو کشته نیی، در طرب آغشته نیی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. آنچه شنیدید گلهای تازه شماره 36 بود که در بیات ترک اجرا شد.